برنامه جدید ایدی آریانا سعید و جدایی از اسیب ساید که اصلا باورتان نخواهد شد. آریانا سعید از نامزدش اسیب جدا شده است. اکنون آریانا سعید در کدام کشور زندگی می کند؟ چهره جدید و باور نکردنی آریانا سعید بار دیگر جراحی شده است. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام بر کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. آریانا سعید ملکه دلهای افغانستان یکی از هنرمندان بی‌بدیل و نامآشنای کشور که وی شهرت و محبوبیت هنری خاص خودش را داشته است و یکی از هنرمندان افغانی است که به سطح ملی و بین‌المللی آهنگ‌های خودش را می‌سراید. آریانا سعید همیشه شکل و شمایل خودش را خواسته مانند هنرمندان غربی بسازد و تاکنون چندین بار عمل‌های جراحی صورت انجام داده است. تازه ترین برنامه‌های آریانا سعید که به مناسبت عید سعید فطر قرار است نشر شود، آریانا سعید با سر صورت کاملا جدیدش که اصلا باورتان نخواهد شد ظاهر شده است و بزرگترین برنامه‌های عیدی‌اش را از طریق صفحات مجازی بالخصوص یوتیوب نشر خواهد کرد. این روزها بگومگوهای فراوانی وجود دارد که آریانا سعید از اسیب ساید نامزدش جدا شده است، ولی تاکنون آریانا سعید درباره حقیقت این ماجرا ابراز نظر نکرده است. آریانا سعید چند قبل به کشور دبی سفر کرد و در آنجا سرمایه گذاری بزرگی که رستوران به نام خودش بوده است انجام داده است. من آرزوی موفقیت، سعادت و در انتظار نشر آهنگ‌های جدید از آریانا سعید خواهیم بود. عزیزان و همراهان عزیزم، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و طرفداران آریانا سعید به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. صحت و سلامتی برای هر یک از شما خوبان از بارگاه عزت لایزال تمنا دارم. تا درودی دیگر همتان را بر لای من ناز سپرده موفق و کامگار باشید.